آنها که تو میدونی، آنها که تو میدونی، آنها که تو میدونی، احوال دلم برگو، آنها که تو میدونی، آنها که تو میدونی، آنها که تو میدونی. در پرده اسرارش هرگاه که شوم محرم، سر بسته بگو از ما آن را که تو میدانی، سر بسته بگو از ما آن را که تو میدانی، چون جبر و جفایش را دیدی که زیاد بگذشت، بشین و بیار فرما آن را که تو میدانی، ای باد صبا بگذر زانجا که تو میدانی، احوال دلم برگو، آنها که تو میدانی، آنها که تو میدانی، آنها که تو میدانی. درد دل ریشم را چون است و پیدا، لطف کن و درمانش فرما که تو میدانی، لطف کن و درمانش فرما که تو میدانی، چون سرمه بینایی کشم گرده گر باد سوارش زانجا که تو میدانی، ای باد سوا بگذر زانجا که تو میدانی، احوال دلم برگو، آنها که تو میدانی، آنها که تو میدانی، آنها که تو میدانی، احوال دلم برگو، آنها که تو میدانی، آنها که تو میدانی، آنها که تو میدانی، ای باد صبا بگذر زانجا که تو میدانی. صدقتون خسته نشود. دوستان عزیز، محمد رفیع کرامت الله بودند. سلام میگویم به شما بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون سفینه. شبتان بخیر و شادی باشد. پیشکش شما است برنامه فضا سرور بخشی، فضای خاندانی هر یکی شما بیننده های عزیز.
бале, саломи самимии моро бипазиред ҳамдиёрони азиз. Дар ин фазои мутантан шумо сурудҳои рӯҳбахшро хоҳед шунид. Чун имрӯз мо дар барнома меҳмонҳои вижа дорем. خیلی خوب، چون فرزانه گفتن مهمون‌های ویژه داریم و امروز مهمانان ما هستند محمد رفیع کرامت الله سراینده محبوبی کشورمون، همچنین نازیه کرامت الله و با جمع نوازندگان همه شما رو خوش اومدید میگیم به برنامه فضا. من فکر میکنم که برنامه فضا و فضای برنامه فضا رو خیلی خوب و در یک سطح خیلی بلند نگاه خواهید داشت. خوش اومدید باری دیگر. سلام علیکم. علیک بر سلام. من فکر میکنم که وقتی که سراینده از سرود در کدام برنامه نباشد آغاز کند، یا برنامه است یا یگان چاره‌بینی است، برنامه کنسرتی است، بسیار راحت میشود. همینطور است؟ البته زبی هر یک محفل دوره این سرود است. درست است. سرود برنامه که با سرود سر شود، فکر میکنم که آیندهش خوب میشود. بشود. چون من میدونم که عموما سراینده ها قریب 90% حتما از عهده نواختن این یا آن اسباب موسیقی میبراید و من میبینم که شما از عهده یک چند اسباب، یعنی نواختن یک چند اسباب میبراید. تا کدام اندازه برای سراینده کمک میکند از خود کردن یا خود نواختن زیاد از 2-3 اسباب موسیقی؟ آوازخوان، هنرمند باید که این شرط است، باید که از نواختن اسباب موسیقی براید لااقل 2-3 اسباب. بله. من که در مکتب موسیقی تحصیل میکردم، وقتی خردسال بودیم، باور کنید از همون دوره این مهر نواختن، یعنی مخصوص فورتپیانو، اون چیزی که به همون کلاویش میگن تعلق دارد، در اونجا داخل میشد فورتپیانو، آکاردیون، هارمونیا، سینتزاتور. بسیار مهر داشتم، بسیار با ذوق مشق میکردم و این برای من یک مکتبی کلان آورد، یک هنر رو باز هم نشان داد که در برابر این من توانستم از اسباب‌های خلقی با خبر باشم. کم و بیش از اسباب‌های رباب، دوتار، تبلک، دایره با خبرم می‌نوازم. سلامت باشید دوستان. من فکر میکنم که کم آدم‌هایی هستند که خب محمد رفیع رو با دایره، با رباب، با دوتار می‌بیند. شاید همون دایره اهل اویله باشد، نزدیکان باشد، نازیه باشد. من فکر میکنم چون می‌بینیم اسلوبی شما مانند است عیناً. من در نظر دارم سیمای ظاهری شما و شادروان پدرتون تا کدام اندازه کمک میکنند همین نزدیک شدن به سیمای ظاهری پدر. من در نظر دارم موی لب، همون طرز آرایشی موی سر. راستی گپ همون آرایش موی سر دادن پدرم بود، همون خصلت خوبی آن کس بود که من روی صحنه برآمدم. از خردی تقلید میکردم، تو با موی لب، تو با آرایش موی سر، تو با نواختن، با آوازخوانی و شکر خدا که به مقصد خود رسیدم. و البته در بین مردم بسیار سوال‌های ما هست که نشده باشد که ایمیج خود رو دیگر کنی یا که یگان چیز دیگر. طول فکر ندارم، چون به همین واسطه من به وای رسیدم. درست. و یک کمی هم باشد جای خود رو یافتم. من از این چیز البته که خوشبختم. سلامت باشم فرزانه. خب من در سامانه اجتماعی فیسبوک یک عکسی رو دیدم که محمد رفیع و نازیه در روز زادروزی پدرشون انامون رو پیشنهاد کردن. در آنجا محمد رفیع خردکک با پدر است و یک سیمای خشمگین دارد. من میخوام تاریخ انامون عکس رو بگوید، چون بعضی کودکانی هستند که در خردی عکسگیری رو دوست نمیدارن. شاید شما نیز همین گونه بوده. بله، برای همین من در خردی از روی نقلای مادرمون خیلی وای بودم، خب کم گپ. باور کنید همون عکسی که شما گفتید، این فکر میکنم که آخرین عکسی که بود که من با پدرم گرفته بودم. بعد از اونی که گویم که روی صحنه برآمدم، آهسته آهسته سرودخوان شدیم و کمی گویا که شرم از ما دورتر شد. کمک شده شده. خیلی عالی. روح پدر
تو کدام اندازه کمک میکنند؟ چون بعضی ها میگویند که روی همون گذشته نفرانی برایشون مقدس واقعا هم کمک میکند و احساس کرده اید همین رو شما باری هم در خود در یگان حالتی ناگوار؟ احساس کردم و تا حاضر احساس میکنم روی پدر من همه وقتم خیلی حس میکنم که با من است. هر کجایی که نباشم، در حتی وقتی خواب، شبای خواب در خود من میدارایند. بسیار وقت من نقل میکنم که خوابایی هستند که هم تو با مثل خواب میبینید. یکی وقتی که پدرم در خود من میدارایند، باور کنید این یک خیال میکنم که زنده است. بله. در اصل است. بله. برای همین برای من یک قوه میدهد. تو وقتی هستم با نام پدر البته که فخر میکنم. خیلی خوب. در توی معرکه می روید و اون نفرانی که از مهارت و ملکه پدر شما به واسطه آشنا بودند، دوستش می داشتند، احترامش میکردند و سرودهایش رو پای هم گوش میکردند، چگونه شما رو استقبال میگیرند؟ چی سخنها میگویند؟ میگویند که شما صدایتون مثل پدرتان است؟ نمیگویم درباره سیما، زیرا اکنون عیناً مانند هستید به سیمای پدر. البته میگویند در توی معرکه باشد، در برنامه کنسرتی باشد، چون به همگان معلوم است بزرگی پدر تو به کجا رسیده است و یک مکتب هنری دارند الکی پیدا کردن برای مخصوصا نوجوانان که ببینید که هزارها پیرو این مکتب هستند. و چون در همه معرکه وقتی که من میخورم با مخلصای پدر، اونایی که دوستش می‌داشتند تو حاضر دوست می‌دارند، برای نام نیکی او گپ میزنند، یگان قصه رو نقل میکنند. البته برای من این یک چیزی مهم است و من از اونها پرسان میشم که باز چی میدونید، چون که من اون وقت خردسال بودم، کم درو داشتم خاطرات پدرم. از رفیقانش، از اونایی که با شش تا خیز داشتند رفت آمد داشتند، از اونها بیشتر میپرسند. دوستان عزیز، یک صحبت صمیمی داریم با سراینده محبوبی کشورمون محمد رفیع کرامت الله که بسیار صمیمی صحبت کردند، بسیار از صدق صحبت کردند از آن خاطرات پدر و من شما رو بار دیگر خوش آمدید میگویم. سپاس که با ما هستید و من مطمئن هستم که بیننده‌های عزیز شبکه سفینه برنامه فضا رو بسیار در فضای خوب تماشا کرده ایستادند و برنامه فضا با حضور محمد رفیع کرامت الله، با حضور نازیه کرامت الله، انمون فضای خاندانی هر یکی اونها رو بسیار زیبا و پرسرور کرده است. دوستان بعد از یک لحظه برمیگردیم و خب با ما باشید. بینندگان عزیز، برنامه فضا ادامه دارد. عین حال در مهمانی ما قرار دارند یک نفر ادیب جوان، نور محمدی صابر. خوش آمدید. خوش آمدید به برنامه فضا. من فکر میکنم که با شعرهای زیبایتان فضای این برنامه رو باز هم زیباتر میگردونه. نور محمد، البته باعث افتخار و سرفرازی ما جوانان است که امروزها در چنین نشست‌ها، در چنین محفل‌ها دعوت می‌گردیم و فکر و عقیده های خود را آزادانه ابراز می‌نماییم. البته من آموزگار رشته اقتصاد هستم اساساً. سلامت باشم. لیکن آن گنجینه گرانبهایی که از بزرگان ما، از شاعران کلاسیک ما به ما میراث گذاشتند، من نمیخواهم که آنها را برطرف نموده کار خود را دوام دهم. من میخواهم که آن گنجینه هایی که تا کنون در دست ما هست آنها را بیاموزم و قدری هم باشد از آفریده های آنها در خود انعکاس نموده بهری گوییم که ملت خیش آفریده نوی ایجاد نمایم. سلامت باشید. البته اگر شما زید نباشید، من یکی از شعرهای تازه ایجاد خود را که در وصف عشق است و معرض شما گذارم. اینجا میبینیم مجموعه شعرهای شما است. بله. که از چه برآمده است؟ بله. این مجموعه چند شعر، این کتاب چند شعر شما رو در بر میگیرد؟ تا کنون حساب نکردم، لیکن اشعار من سراپا همه غزل است. میدونم که غزلیات این یکی از شکلی مرکب ایجادیات است. من نیز کوشش میکنم که در ایجادیات چنین سبک غزل شعر باز هم ایجادیات نو را به میان آورم. خب شعری که شما عینی حال قرائت میکنید
البته در وصف عشق، محبت، دوستداری است. همین طور است؟ بله. به هر منظر نظر کردم، در آنجا روی تو دیدم. به هر کوی گذر کردم، همانجا کوی تو دیدم. ندانستم چی دنیای است، ندانستم چی معنای است. هوای را نفس کردم، همانجا بوی تو دیدم. اسیر عشق حسنت تا شدم دیگر ندانستم. نشاط آور نوازش ها همه از سوی تو دیدم. به هر جا عشق بدرخشد، در آنجا پای محبوب است. زخال و زلف، دام و دانه هندوی تو دیدم. نخواهم خانه عشقم بود خالی زیادی تو. حواسم محو شد تا قامت دلجوی تو دیدم. تو بین حال محمد را ز هجران زار می نالد. به امید وصالت من او را رهپوی تو دیدم. بغیر از موضوع دوستداری، عشق و محبت، باز در کدام موضوع غزل ایجاد میکنید؟ البته ما اول سر و پا در قلب خویش مهر وطن را جا میکنیم. مهر وطن، مادر، این یک دو چیزی هست که ما باید او را در زینه بلند حیات خویش قرار بدهیم. من بیشتر غزلیات های خویش را در وصف مادر، وطن و عشق ایجاد کردم که اگر شما خواهشمند باشید یکی از شعرهای خود را در وصف وطن قرائت نمایم. باشد. می شوم مدهوش و مستی نکهتی بوید وطن. گشتم سرگرم من از مزرعه روید وطن. زر برابر بر کف خاکی تو اصلا نیست نیست. زنده می دارد مرا مایل هر سوید وطن. ای وطن با یاد تو آید مرا شعر بلب. هم مقدس هست بهرم چشمه و جوید وطن. گر زمان دور باشم از کنارت من غریب. و دریغا حسرتی من در سری کوید وطن. غمزه دل در ضمیر خاطرم بالیده است. از صفای شعله رخشان دلجوید وطن. می نماید وصف تو با صوت دل با شعری نو. نور محمد کرده بالا باز آبروید وطن. سلامت باشید. شعرهایتون بسیار خوب است، بسیار عالی است. من مایل پیدا کردم که یکی از شعرهای شما رو قرائت کنم. شما اجازت میدید؟ بله. کدام شعر رو با من شما میدید؟ شاید امینش باشد. محمد رفیع، یک نوازش بسیار ملایم بعداً ما می رویم. دوستان عزیز، البته چون گفتن فرزانه در برنامه‌های گذشته گفته بودند که شعر را مؤلف از همه والا و بالا میخواند و من کوشش میکنم که خوانم با اجازت نور محمد. در دهر چو من عاشق دیوانه کسی نیست. در دهر چو من عاشق دیوانه کسی نیست. افگار و خزان گشته و بیخانه کسی نیست. آن لیلی و مجنون چی دانند ز عشقم. عاشق منم و همراه بیگانه کسی نیست. من در طلب باده و جام تو شدم مست. چون من به غم ساغر و پیمانه کسی نیست. تنها ز غمت کنج در خانه نشستم. تنها ز غمت کنج در خانه نشستم. مجنون تویم وای در این خانه کسی نیست. تو در طلب یار نویس. تو در طلب یار بنویس. نور محمد جز یار دیگر مونس و جانانه کسی نیست. جز یار دیگر مونس و جانانه کسی نیست. جمشید سلامت باشد. واقعا هم تشکر تشکر. من راستی بسیار راحت کردم. من فکر میکنم با شما نیز پسند آمد. سلامت باشید. سلامت باشید و از قرصک و الکای جمشید من میگویم که با استفاده از همین برنامه الکای دویم ارزوی خود را عملی میکنید. بله بله، من در هر برنامه کوشش میکنم با سراینده ها سرود خونم، با از اشعار شاعرانی که ما دعوت میکنیم قرائت نمایم. یعنی این معنای آن رو دارد که
چی کاری که ما میکنیم بیننده عزیز از صدق میکنیم و تنها برای بالیده خاطری شما میکنیم. دوستان امروز بودند شاعر شیرین کلام، اینم باشد شاعر جوان نور محمد صابر. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه شبانه فضا. دوستان عزیز ما گفتیم که سراینده هایی که همچون مهمان دعوت میکنیم در برنامه فضا بهترین سرودهایشان را اجرا میکنند و جدیدترین سرودهایشان را اجرا میکنند. دویتی که امروز عینی حال اکنون بعد از چند ثانیه پیشکش شما میگردانند نازیه و محمد رفیع، این هم باشد همین 2-3 روزی اخیر تیار شده است و پرره آماده نشدند و امروز محض برای شما اولین بیننده و شنونده های این سرود خواهید شد. बदल के मेरे तुम जिंदगानी कहीं बदल न जाना सनम ले लिया दिल आए मेरा दिल आए दिल कर मुझको न बेलाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरे तुम जिंदगानी कहीं बदल न जाना सनम सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का तुन का हंसी लबों की लाली को सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का तुन का हंसी लबों की लाली को ए वफा क्या इस जहान को एक दिन दिखला दुन का दे दीवाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर
जिंदगानी कहीं बदल न जाना ला 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 آفرین دوستان عزیز، شعر دوئت در اجرای نازیه و محمد رفیع بودن. تشکر زیاد به شما و من از نازیه خواهش میکنم مرحمت با ما پیوندید و در اینجا صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، بار دیگر میگویم که مهمانان ما هستند محمد رفیع کرامت الله و نازیه کرامت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ تشکر، خوب است. سلامت باشید. خوش آمدید. لباس بسیار زیباست. تشکر. بسیار شینم است و سرود نیز بسیار خوب است، بسیار زیبا. دو سه روزی اخیر الکی این رو آماده کردید. بیننده های ما اولین نفرانی بودند که این رو تماشا کردن، دیدن، گوش کردن، حلاوت بردند. همین طور است؟ ما بسیار خرسند شدیم که به شما پسند کردید و این یک چند روزی اخیر دو روز گویم خطا نمیکنیم و کوشش کردیم که برای مخلصان، برای شما یک چیزی که نو است، نشونیده باشد سرایم و امیدوارم که پسندیشان میگرده. خیلی عالی. فکر میکنم همه سرودهای شما با دل و دیده پیش از همه مخلصانتون جا هستند و خوب گوش میکنن، خوب قبول کردن. ولی واقعا هم همین گونه است، چون من چند ماه اخیر در سامانه‌های اجتماعی دیدم که سرودهای نازیه رو بسیاری نفران خونده به سبک و اسلوب خود به سامانه اجتماعی یوتیوب میپرتویند. من میخواستم نظری نازیه رو بابت این موضوع بشنوم. با ایشان پسند است این کار؟ البته من هم میبینم، خرسند میشم خیلی زیاد که دیگر ملت ها هستن با زبان تاجیکی، یعنی سرود تاجیکی رو میسرایند و چند سفرهای اخیر که داشتم اگر که پرسان میشوند که از تاجیکستان هستیم، بعد میگویند که ما از تاجیکستان سراینده شما رو نازیه رو دوست می‌داریم. سلامت باشن. همین خیلی من خوشحال میشم که یعنی که اینقدر ایجادیاتی من اینقدر من کوشش میکنم، یعنی که نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از کشور نیز نفوذ پیدا کردن. دوستان، هدف هر یک سراینده، هدف هر یک هنرمند نیز همین است. وقتی که از صدق میسرایی، وقتی که خوب میسرایی، نه تنها در همون کشور خود بلکه بیرون از کشور نیز معروفیت پیدا میکنی. و چون فرزانه درباره همون نفرانی گفتن که در چند برنامه‌های تلویزیونی، آزمون‌های خوب سرایندگی در دیگر کشورها زیاد از 8-10 کشور الکی سرود شما رو سراییدن و قید باید کرد که انا اولین نفری هستید، اولین سراینده تاجیک هستید که سرودهای شما رو بیرون از کشور میسرایند در این قدر آزمون‌های بسیار بانفوذ و این باعث افتخاری همه ما هستند و مخصوصا فکر میکنم که باعث افتخاری نازیه. ولی در برابر این وقتی که شما رو قدر کردند، شما رو بیرون از کشور خب سرودهایتون رو دوست داشتند، مسئولیت شما 10 چند می شود و کوشش میکنید که همین سطح را چیکار کنید؟ از دست ندهید. من دیدم راستی در یک آزمون بود، یک برنامه مخصوص بود در هندوستان، اگر خطا نکنم ممکن محمد رفیع نیز دیده باشد، در هندوستان بود، بعداً در شریلانکا اگر خطا نکنم دو دختر با همون لحنی خودشان ولی با زبان تاجیکی از یک جهت بسیار دقت جلب کننده است، از جهت دیگر وقتی که تو مثلا تاجیک هستی افتخار تو رو خب فرا میگیرد که یک کشور دیگر با زبان تاجیکی میسراید و من بسیار یک احساس فخر و افتخار مرا فرا میگیرد و اکنون من میدانم احساس نازیه رو که چگونه فرا میگیرد این احساس، زیرا این سرود رو سراییده است نازیه. خیلی عالی. کدام سرودها این حال در عرفه انجامیابی تیارشوی قرار دارند؟ یک چند سرودهای آخر که آماده کرده ایستادیم، یکی از اونها رو من امروز برای مخلصان عزیز، بینندگان عزیز زمزمه میکنم، البته با اجازت شما، و یک چندش باز در چرابینیایی که در پیش ایستاده است البته مخلصان عزیز خواهند شنید. یعنی سورپرایز ها خیلی زیاد هستند. سلامت باشید. با نزدیکی من الکی این کلیپ جدید است، من دیدم، فرزانه نیز دیده باشد، بسیار در سطح خیلی خوب ثبت شده است و بله غزل است. و یک چیز دیگر رو من میخوام از خود شما سوال کنم که
суруди ҳиндуиро ҳар кас метавонад масалан сароида дар кадом сатҳе набошад ин муҳим нест, лекин вақте ки суруди классикаи ҳиндуро ман гӯш мекунам бисёр ҳаловат мебарам ва на ҳар кас метавонад анамун пайвандиҳову ивазшавии овозҳо мешавад ва дар бисёр аз арши баланд чӣ гуна ба шумо муяссар гардид ва чӣ гуна шумо тавонистед ки анамун сурудҳои классикии ҳиндустонро асхуд кунед ки бисёр мушкил аст? бале ман дар муҳити ба воя расидам ки падарҷони ман сурудҳои ҳиндиро зиёд гӯш мекарданд. Ин устодоне ки мо бисёр дӯст медорем аз Лата Мангешкар, Муҳаммад Рафӣ, Мукеш ки падари ман пайравӣ мекарданд, дар хона ҳамин садоҳо аз хурдӣ ба гӯши ман мерасид. ман ба воя расидам, ҳамин хел гӯш карда баъдан ман рафтам дар Ҳиндустон таҳсил кардам дар бахши овозхонии классикии ҳиндӣ ва он ҷо устоди ман фақат мегуфтанд ки яъне ки ҳамон таъкурсӣ мегӯянд чӣ мегӯянд ҳамон дори аз куҷо ман мегуфтам аз хурдӣ ман дар хона гӯш мекунам, чун аз гӯш кардан ҳамин устоди ман бисёр ба ман ёд медоданд, меомӯзонданд ки агар ки наметавонӣ хонда гӯш кун, аз гӯш кардан бисёр чизро меомӯзӣ. ман бо диққат гӯш мекардам аввал, баъдан ки ба Ҳиндустон рафтам оҳиста оҳиста аз устодам омӯхтам ва дар консертҳои он ҷо яъне ки классикӣ аллакай ман барномаҳои классикӣ иштирок мекардам ва албатта машқ кардани овози классикӣ бисёр мушкил аст ва ман кӯшиш мекунам ки ин машқи худро яъне сайқал диҳам. чуноне ки гуфтед, ман як рӯз бо ҳамроҳи мусиқанавозони ҳам ҳинд ҳам тоҷикӣ худамон замзама кардам ва хеле хуб низ омадааст клип. خب پیش از اونی که دوستان عزیز پیشکش شما می‌گردانیم انم کلیپی جدید نازیه کرامت‌الله رو که بسیار خوب است، من باوری کامل دارم که به شما پسند میآید. انمون اولین درسایی که از انمون کلاسیک هند آغاز میشوند، من میدونم معلومات زیاد ندارم ولی اونها یک بار بالا میرود، همین طور است محمد رفیع؟ هیچ نمیدونم چگونه، لیکن بسیار آدم رو توجهش رو دقتش رو جلب میکند. برای اون نوت‌هاро гирифтан бисёр меҳнат лозим аст. ин ҳам хел мегӯед, лекин хонда намешавад. ман медонам, инро ман медонам, бо кам мегӯем баъдан мегӯем до ре ми фа сол ля си до, онҷо сарегама паданиса. сарегама паданиса. не хеле хуб. ҳар як ҳамин нотаҳое ки ҳаст дар байни нотаҳои мо, яъне ки нимтон вуҷуд дорад дар нотаҳои мусиқии ҳиндустон классикӣ. дар нимтоне ки мо мехонем, дар он ҷо 5-6 садоро бояд ғунҷонед. دوستان عزیز، برنامه فضا ادامه دارد و سرود رو میشنویم، کلیپ رو میبینیم، بعداً برمیگردیم. ما رو همراه باشید. رسم الفت کنیم های دانیم های کسی رسم الفت کنیم های دانیم های کسی هر طرف آقای دامن
دوستان عزیز تشکر که با ما هستید و گفتیم که ما مهمان‌های گوناگون رو دعوت میکنیم اطراف هر گونه مسئله ها و امروز مهمانی ما هستند حمیدزاده حمید جان سردکتر مرکز سلامتی شهری رقم 13. سرول شما رو خوش آمدید میگوییم و من همین را پرسیدنی هم که چون با سبب های با ما و شما معلوم امروز ها مراجعت میکنند به شما با همون مریضی هایی که دیگرگونه هستند ولی از کم معلومات داشتن فکر میکنند که ماس همین کسلی که کووید 19 آنها زود با ترس و هراس میآیند که شاید همون کسل نشده باشند. همین طور هست؟ اولا السلام علیکم محترم تماشابینان، من به شما تشکر میگویم که به برنامه‌تون مرا دعوت نمودید. به همه شما معلوم می‌نمایم که عین حال بیماری کرونا ویروس یعنی کووید 19 در سراسر دنیا خروج کرده است. بعدا میتونم باز گفته که عین حال کاهش یابی همین بیماری در تاجیکستان عزیز ما دیده می شود خوشبختانه. بعدا به همه شهروندان همین توصیه دادنی بودم که پوشیدن نقاب ها اساس در جایهای جمعیتی در درون نقلیات ها، خب بعدا سری وقتی شستن دستان با صابون های مایع، به ضررگردانی آنها با محلول های انتیسپتیکی، دوری جستن از جایهای جمعیتی، این بسیار کار خوب میشد. بله. متاسفانه نه هر کس همه این کارها رو رعایت نمیکنند. باز میبینیم که خب مراجعت میکنند، شما مثلا میگویید مصلحت میدید، توصیه میدید که از جایهای جمعیتی دوری جوید، اگر باشید حتما نقاب های خود رو استفاده برید، نقاب هایتون رو بندید، پوشید، ولی باز میبینیم که کمک به بی اهمیتی راه میدهند. برای پرره فهموندن همین نفران چگونه چی کارها رو باید انجام داد؟ عین حال در سراسر جمهوری اوید این مسئله ها هر بیگاهی در باغ ها در جایهای جمعیتی گروه معین تشکیل شده است که با دستگیری وزارت تندرستی، ریاست تندرستی شهر دوشنبه همه وقت کارهای فهماندهی اوید این مسئله در درون نقلیات ها در سرحد ها پیوسته اوید فهماندهی اوید این کارها رفته است و همزمان بنابر سببی که در بیرون سرما است و همه شهروندان توصیه میدادم که بسیار در جایهایی که محکمن یعنی نقلیات، یعنی که خانه ها رو بسیار گرم میکنن و بعد در آنجا یک چند نفر میشینن، با آنها توصیه داده میشد که پیوسته هوای خانه یا که از همون رانندگان خواهش کرده میشد که هوای داخلی نقلیات رو ایواز کرده ایستند. خیلی عالی. این بسیار یاردم میکرد برای پیشگیری بیماری کووید 19. خیلی خوب. دوستان عزیز، واقعا هم در اینجا سردکتر درست گفتند، سلامتی هر یکی ما از خودی ما وابسته است. چون وقتی که زیادتر میگویند، ما کمک یک عادتی داریم که وقتی که بسیار تاکید میکنند میگویند، بعدا ما در کدام کاری نباشد، در همه حالتی نباشد، کمک فکر میکنیم که سلامتی ما در دست خودی ما نیست و با بی اهمیتی دست میدیم، راه میدیم. این بسیار ناخوب است. این بیماری بسیار بنابر سببی که بیماری زکام عادی بسیار مانند است. اکثریت آدمان کوشش میکنند که به خود معالجه کنی سر کنند. من فکر میکنم این خطا است. البته به طبیب اولیوی خود مراجعت کنند، بعدا طبابت را سر کنند. چون سردکتر در اینجا حمید جان حمیدزاده گفتند باید که همین کارها، همین توصیه هایی که گفتند رعایت کردن لازم است. و چی تمنا دارید، چی گفتنی دارید برای شهروندان و بیننده های شبکه سفینه همچون یک کارمند ساحه طب؟ من توصیه میدادم که هر یک شخص باید مسئولیت ناک باشد، احتیاط کند خود را و سلامت باشند. مهمانی ما بودند حمید جان حمیدزاده سردکتر مرکز سلامتی شهری رقم 13. سپاس برای صحبت خیلی خوب، برای مصلحت‌های خیلی مفید. ما در آینده باز دعوت خواهیم کرد و اطراف دیگر مسئله ها صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد. سلامت باشید. دوستان عزیز، من فکر میکنم که امروز برنامه به شما
то андозае бошад писанд омад. Ҳамин тавр аст Фарзона? бале воқеан ҳам ман ҳам ҳамин гуна фикр мекунам, чун мо имрӯз дар барнома бениҳоят сурудҳои дилнишин шунидем, табамон болида гашт. Фикр мекунам ки суҳбатҳои самимӣ шунидем ва фикр мекунам ки ба бинандагон низ ин писанд омад сари суфраи шомгоҳӣ бо наздикону пайвандон каме ҳам бошад истироҳат кардан. воқеан ҳам сурудҳои хеле хуб шуниданӣ дидани буд аз ҷониби Муҳаммадрафии Кароматулло ва Нозияи Кароматулло ва боварии комил дорам ки ин сурудҳоро низ воқеан ҳам берун аз барномаи мо низ тамошо гӯш хоҳед кард ва дар охир бо як суруди Нозияи Кароматулло барномаамонро ба анҷом мерасонем. ном дорад нигоҳи ту зимистонист ки ба фасли айни ҳол анамин сармо бисёр рост меояд. дӯстон, то дидори навбатӣ саломат бошед. ҳатман ҳамаш хуб мешавад. то барномаи дигари фазо дар Сафина. хайр. نگاهی تو زمستانیست سراسر پر ز احساسی پریشانیست نمیدانم چی میخواهی چرا در کوچه اندیشه گمراهی با من دیگر نمیخندی با من دیگر نمیخندی مگر از من عزیزی دی مگر از من تو دل کندی با من دیگر نمیخندی با من دیگر نمیخندی مگر از من عزیزی دی مگر از من تو دل کندی بیا بشکن سکوتت را که میترسم از انسانیه های سرد بی‌حرفی بدون چشم شب رنگی تو میترسم